دادگاه ناحیه مرغاب یک ساکن ناحیه را برای گذاشتن لایک یا پیسندیدن یک نوشته در صفحه پامیر اینساید در فیسبوک چند هزار سومانی جریمه بسته است. در قرار دادگاه که در اختیار رادیو آزادی نیز هست آمده است که فرهاد بیکفی 47 ساله با شرکت در فعالیت اتحادیه ها و تشکیلات های جمعیتی و دینی فعالیتشان منع است گناهکار دانسته شد. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و پیش از برنامه در صحبت با او فرهاد بیکف را برای آن به جوابگاری ماموری کشیدند که روز 10 سپتامبر یک نوشته صفحه پامیر اینساید را معقول دانسته است و مضمون نوشته را که روز 9 سپتامبر به مناسبت روز استقلال تاجیکستان گذاشتند در قرار دادگاه چنین ترجمه کردند از زبان روسی هست و با چنین مضمون 34 سال پیش مملکت ما تصادفاً استقلال به دست آورد. ما اختلافات داخلی جنگ شهروندی را پس سر کردیم و امروز در شرایط زندگی داریم که وطن در دست یک عائله است، اما با وجود همه اختلاف و درد و بی‌عدالتی ها تاجیکستان وطن ما باقی میماند. ما باوری داریم روز فرا میرسد که حقیقتاً آزاد شده استقلال حقیقی به دست می آورد، خانه عمومی همه شهروندان می شود. به قول دادرس این نوشته تحقیرآمیز و با مقصد تحقیر و پس زدن مقامات دولتی در تاجیکستان است و با وجود آوردن ناباوری در میان جامعه است و لایک گذاشتن فرهاد بیکف زیر آن به معنی طرفداری از پامیر اینساید است که در تاجیکستان فعالیت آن را منع کردند. پامیر اینساید که یک رسانه اینترنتی است، اساساً تحولات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و پیامدهای ناآرامی‌های سالهای 2021-2022 و به خصوص تظاهرات آلوده به خونریزی در خاروق و روشان را انعکاس می‌کند. به گفته دادرس از بس که پامیر اینساید طبق ترتیب مقرر نموده قانونگذاری تاجیکستان به قید گرفتن نشده است، عملکرد فرهاد بیکف قانون شکنی مأموری به حساب می‌رود. آنچه که در این قرار جلب توجه می‌کند این است که فرهاد بیکف زیر نوشته روز 10 سپتامبر لایک گذاشته است و او را روز بعد یعنی 11 سپتامبر محاکمه کردند. نظر خود گمانبر به قانون شکنی معلوم نیست، ولی در قرار دادگاه آمده است که فرهاد بیکف به گناه خود اقرار شد و از کردش صدقاً پشیمان است. بر اساس قرار اکنون فرهاد بیکف باید با فایده دولت 5250 سومانی یا بیشتر از $500 جریمه بپردازد، اما قرار دادگاه هنوز حکم اعتبار نگرفته است و تا روز 21 سپتامبر او حق دارد به دادگاه بالایی شکایت برد. سوالی دیگر از همکارم درباره خود جزا برای لایک بود. صدها کس را پس پنجره برد و بهار امسال آن را از کدکس جنایی تاجیکستان برداشتند. شاید فرهاد بیکف از اولین کسانی است که برای لایک گذاشتن زیر نوشته‌های مخالفان دولت یا رسانه‌های آنها که تندگرا اعلان و منع شدند به جوابگری مأموری کشیده و جریمه می شود. تا ماه می امسال در تاجیکستان برای این کار به جوابگری جنایی می کشیدند. سال 2018 بر اساس قانون در تاجیکستان برای درست شماریدن یا توجیه افراطگرایی و یا تروریسم و یا به قول مقامات انتظامی سفیدکنی عمومی تروریسم طریق شبکه اینترنت جزای سخت تعیین شد و بیشتر از 1,500 نفر را برای لایک و یا پنگ کردن نواری و نوشته‌های دارای محتوای افراطگرایی پس پنجره فرستادند. بعد از تنقید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سوء استفاده این بند کدکس جنایی، پارلمان این بند کدکس را از بین برداشت، ولی آنهایی که بر اساس بند مذکور جزا گرفتند همچنان در زندان هستند. تعدادی هم برای آن پس پنجره رفتند که نوشته‌های مخالفان دولت از پیمان ملی تاجیکستان، حزب ممنوع نهضت اسلامی و اصلاح نت را و دیگران فرستادند یا لایک گذاشتند. سازمان‌های بین المللی و حامیان حقوق هم پیوسته حکومت تاجیکستان را برای این کار و محدود کردن آزادی سخن یا حقوق مذهبی تنقید کرده و خواستند که به این کارش پایان بدهد. تشکر از همکارم طاهری سفر که درباره مجازات مأموری شهروند تاجیکستان برای گذاشتن لایک معلومات داد. اگر شما هم در این باره نظری دارید به صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نویسید.